دیدین یه سری از افراد خیلی براشون تعداد لایک مهمه و اینکه اگر شما انتقادی کنید و یک نظر منفی نسبت بهشون داشته باشید واکنش افراطی نشون میدن. دیدین یک سری از افراد چقدر دنبال ترندهای اینستا هستن، دنبال این هستن که ببینن اینستا چی رو مشخص میکنه. اینکه امروز مشخص کرده ماچا یک نوشیدنی هست که باید همه مصرف کنن و نفر اول به سمت اون نوشیدنی میرن. چرا؟ چون دوست دارن توسط دیگران تایید بشن و بگن وای چه آدم خفنیه این. یا حتی همین عروسک لبوبو که امروزا خیلی نقل و نبات مجلس‌های ما شده و همه دارن ازش استفاده میکنن. پشت همه این قضایا طرحواره‌ای وجود داره به نام طرحواره تایید طلبی. افرادی که طرحواره تایید طلبی دارن همیشه انتخاب‌هاشون بر اساس این هست که آیا دیگران براشون مورد قبول هست یا نه. اگر من الان دارم یک قهوه‌ای میخورم، یک نوشیدنی میخورم، آیا مورد تایید بقیه هست؟ آیا اینجوری هست که به من بگن که وای چقدر خفن این انتخابت؟ و همیشه انتخاب‌هایی رو دارن که از نظر دیگران خیلی خوب و خفن و ایدئال هست، فقط صرفاً به خاطر اینکه من مورد انتقاد قرار نگیرم و توسط دیگران تایید بشم. پس من با شناسایی این طرحواره جلوگیری میکنم از اینکه به سمت افسردگی برم، به سمت نشخوار فکری برم و خود واقعیم رو به بقیه نشون بدم.